سلام دوستان، اینجا یافتست. منم محمدشونم، تریدر خوشقلب و پشمریزون. واقعا دیگه مناطق محروم شدیم با این داستان ها، چون که هنوز به حالت عادی ذهنی برنگشتم. نمیخوام کل مارکت رو تحلیل کنم، فقط طلا، نقره، یورو، پوند و بیت کوین رو نگاه میکنم که یادم بمونه اصلا بحث این چیزا، اصلا داستان این فیلم گرفتن، این ویدیو گرفتن واسه یوتیوب هم همین. طلا رو میبینید که مارکت هم باز کرده دیگه. ترند از این بالاتر من نمیدونم کجا دنیا وجود داره، کاری نداریم و شما میرید سل میگیرید. اوکی، سل هم بگیر. نه، الان آل تایم های ما چیه؟ آل تایم های ما دقیقا 3500 عدد روانی. 3500 بهش کنه دوباره 3600 عدد روانی، بعد دیگه تا 4000 عدد روانی. همینجوری این عددها روانی میشن و فلان و همین. ولی فعلا می‌بینید که یک کانسالیدیشنی داره به وجود میاد. یعنی مثلا می‌بینید اینجا وقتی که طلا داشت میومد بالا، بعد یکم اومد اینجوری دوباره اومد، دوباره یک سه روز اومد، ولی الان چند روزه بیشتر از 2 ماه فکر کنم، 1 ماه ایناست که داره اینجا درجا میزنه. حالا دیگه فاندامنتال اینا رو نمیگم دیگه، خودتون همشو میدونید. اما اه، با طلا چیکار کنیم؟ طلا رو توی روزهای فاندامنتال، روزهایی که خبر خیلی مهم هست، به نظر مثلا ترید نکنیم، طبق ترند خودش بایش کنیم. چرا؟ تا زمانی که از این باز کانسالیدیشنش در بیاد هم کاری باش نداریم. یعنی بیاد اینجا رو عدد 3500 میتونیم بای بگیریم، ولی بخوایم بای زودترین، بخوایم واکنشی بگیریم، باید بریم تو 15. خب 15 دقیقه پایین ترین کفی که بالاترین سقف و ساخته زده، پس هیچ اصلا کاری با پشت مارکت من ندارم. الان فقط با جلوی مارکت در ارتباط هستیم، چون که پوشتش شماست. این ساعت چند بوده؟ این عالی. یه سقف خیلی مهم داریم واسه بای میتونیم داشته باشیمش، یا حالا اگه زودتر بای کردید، سینک. یه سقف سینک داریم، سینک نقاط ورودی هست که من اسمشون رو گذاشتم سینک. و میشه عدد 3350 759. به نظرم اینجا دیگه مسخره بازی اون روز بود، زیاد برام اینجا مهم نیست، حتی بیاد بایی بده هر کاری هم بکنه. بخوام سلش هم بکنم باید یه ساعتش سل بشه برام. یه ساعتش چجوری سل میشه؟ بالا پایین ترین کفی که بالا این ساخته اینه، ولی نزد شد، زده نشد، نزده شده شد، زده نشده. و به نظرم اینجاست که واکنشی الان هم من فکر کنم اومد اینو گرفت، اینو گرفته بود. یعنی از دیروز الان این مارکت تازه بازی آره اومد اینجا گرفت، الان میشه تو بای کرد، چون به نظرم اینو گرفته. یعنی بای کردن اینجوری دیگه، مثلا یه بای استاپ این بالا بذاریم، استاپ این پشت قشنگ دو سه چهار دلار هم پایینش، که اگه اومد دوباره اینجا رو بگیره، ولی دیگه ولش کنیم تا آل تایم هایش. این طلا رو اینجوری تیپ کنید. اگه نه که دیگه حالا من واسه سلش وای میسم بیاد اینو بشکونه. اینو اگه شکوند یا حالا دوباره واکنش خوبی داشت، مثلا توی 15 دقیقه اومد خیلی آروم اینجاها رو شکوند، بعد واسه خودش یه سقفی هم حالا اینجاها ساخته بود، بعد از این سقف باشه اینج. یه چیز بود سی اچ اف جی پی وای بود که قرار بود بایش کنیم، چقدر خوب بای دادون، خیلی خوب. برید چارتش رو ببینید، روزانه هم ببینید، اصلا 2 ساعته چی، 1 ساعت 4 ساعت این هم نوبت. کاری نداره. این طلا پس من 2 تا ورودیمو، 3 تا ورودی آل تایم های من همیشه میگیرم، مثل آل تایم های اس ام پی که گرفته بودم گذاشته بودم تلگرام. یه دونه من ترید کردم تو کل این 3 هفته جنگ و اینا اینجوری. الان لو دیلی جی پی مون تغییر کرده و اومده اینجا، یعنی لو دیلی مون اینجا بود، الان میاد اینجا. تشریف میاری؟ آره. خب یعنی عدد 1 33 679 لو دیلی مونه، اینو بزنه کلا
رو به پایین میشه و ترندش فعلا رو به بالاست. نقاط ورودی هم که داریم من مثلا تعیین کردم 1.37 به صورت تونسی با استاپ و یا پارشال کنیم روی 1.38 343 یا ورودی بگیریم از این تا عدد بعدیش که دیگه خیلی بالاترین نقطهش فکر کنم بگیریم اینجا. مثلا این چیزای دیلی کندلای دیلی رو باید نگاه کرد دیگه. مثلا اینجاها میتونه ورودی داشته باشه، نه باز اینجا خب مثلا اینا چیزای دیلی شده بکشن. اینا در صورتیه که ترند ادامه داشته باشه، بیاد یه ساعتش رو خراب بکنه 15 دقیقهش رو خراب بکنه دیگه اصلا وای نمیگیرم. من وای میسم همیشه سخت زده باشه. لینک نه دیلی. آره مثلا حالا در چه صورت سلش میکنیم؟ در صورتی که خب DXY بیاد، حالا DXY هم در صورتی که DXY بیاد داستانهای عجیبی رو برگزار بکنه و بکشه بالا و اینکه با توجه به اینکه کاهش نرخ بهره همش داره پرایس میشه واسه اینا دارن میرن بالا خدمتتون عرض کنم و S&P و شاخص‌ها دارن میرن بالا فقط خاطر همین. چون ترامپ گفته که میخوایم پاول رو عوض کنیم و اینا، پاول هم کمی داره کوتاه میاد واسه کاهش نرخ بهره بیشتر، مثلا 3-4 بار میاد. ترامپ گفته اندازه اروپا باید بکشیم که خیلی کم میشه، مثلا 2 برسه 2.5. خب اینا خوب جامپ میزنن و شاخص دلار خیلی میاد پایین. این ورودی‌های GBP دیگه اعدادشون نمیگم معلومه، ولی این دوتا ورودی اصلی هن. اما یورو هم که میبینی ترند دیلیشو همینجوری حفظ کرده، الان یه کف دیلی جدید داره که کف دیلیمون میشه این. کف دیلی رو من واسه میکشم که یادم بمونه اگه اینو زد که من دیگه باید به دنبال سل مثلا با چیز بالا باشم، با ریت بالا، یعنی با حجم بالا. فعلا خیلی نقطه ورود نزدیکی داره. اگر که بیاد توی همین روزا، مثلا اگه بیاد این هم صبح بزنه تو لندن و من خواب باشم و نگیرمش و به سر کار باشم 1.75-64 رو بزنه، اینجا رو بزنه میشه با بای گرفتش یا وایسیم برگرده یه دونه دیگه بسازه دوباره رو این صف بگیریمش، ولی میتونه تا این بالا بره تا 1.191 میتونه بره صفحه تاریخی بسازه. اما اگه بیاد همین کفی که اینجا، چقدر بد من میکشم اما اگه بیاد همین کفی که اینجا ساخته رو بشکونه دیگه من بایش نمی کنم تا بیاد اینجوری بیاد پایین، هر سختی رو که شکن بایش میکنم. اگه هم بخوام سلش کنم دیگه باید خیلی فاندامنتال دلار برام عجیب باشه که بخوام سلش کنم، چون ترامپ بمیره مثلا یه همچین چیز. یورو هم که بیت کوین، بیت کوین بیتکوین من با اینجا گرفته بودم روی همین، این نرسیده بود به اینجا ولی خب من گرفتم. این روز آخر جنگ بود و همه هیچ اینجا بای نیاد. تو تقریبا 100,000 بود، 101,000 بود، بالا این کندله بود یادم، ببخشید بالا این کندله بود و اومد تا این بالا. اما نقاط ورودی که من دارم واسه بیت کوین ببین این نیست. این به نظرم صفحه تریکیه، درسته باش درگیره ولی به نظرم خیلی تریکیه. این 110 533 و آل تایم هایش اینجاها به نظرم ورودی جالب تریه. مگه اینکه بخوایم دیگه ریسک بکنیم همین سقفی که اینجا هست، یعنی میشه سقف 108 947، یعنی اینو بزنه تا 110 راحت میره دیگه هر جور وارد میشه. ولی خب میتونه کل این راه هم الان بیاد برگشت بزنه، چون این یه تیکه ای که اینجاست، این که اینجاست واقعا جای جالبی. نه این حرکت جالبی نکرده، حالا به خاطر تعطیل یه شنبه هم هست ولی خب بازم مارکتش حرکت کرده. واقعا ما دیکس های چقدر زیبا هستیم که منو شکوند، دیلی منو شکوند و خیلی خوب حرکت کرده. از کجا من دارم دیکس های تحلیل میکنم اگه یادتون باشه دیکس های من نمیدونم کجا مارکت بود، اینجاهای مارکت بودی فکر کنم من دیکس های تحلیل میکردم. البته اینجا میشه اکتبر 2022، نه همینجا بوده.
اینجا میشه سپتامبر اکتبر 2024 نه اینجا آره دیگه. اینجا مثلا مارکت اینجا بود، خب اینجا و همه میگفتن دیگه دلار شروع کرد به بالا رفتن فلان اینا. ریزش دیگه این کفر رو زده، اصلا فاندامنتالش ریزشیه. الان سقف دیلی جدید ساخته، اگه یکی دو روزم اینجا بمونه باز این سقف مهم میشه. حالا من اینجا میذارمش این 101 هم تا دو میشه سقف دیلیش که اگه بهشونه دیگه رد کرده. ناحیه سینک اونم برمیدارم. یه دیلی هم اینجا داشتیم و دیلی دیگه ای که داریم الان اگه همینو ادامه بده میتونه تا 95 142 بیاد. خیلی جاهای پایین تری هم داره ولی خب ما پله پله جلو میریم. اگر هم بخواد برگرده باز تا 99 431 میتونیم ادامهش بدیم. اما اگر اینو ادامه پیدا کنه، خب مثل شما میبینید اگه این ادامه پیدا کنه بیا تا پایین، دیگه این میشه سقفمون، این 99 فعلا. دیگه این اگه اینو بشکنه رو بالا میشه. دیگه حالا مارکت پرایسش میکنه. الان مارکت کلا توی این چند روزی که اینجاست همش نقطه بهره پرایسیه. کنسولی دام کرده زده پایین میکنه همش رسیدی. حالا ناحیه سینکمون کجاست واسه ورودی؟ واسه ورودیمون ناحیه سینکمون میشه دقیقا همینجا. آه. 96 یعنی همون میشه 97. عدد 97 دقیق بیاد اینجا اینا رو بشکونه کلا میتونه خیلی خوب بریزه. همین دیگه برای توی سی جی و اینا رو دیگه مثلا واقعا میگم که مغزم نمیکشه، هنوز آمادگی ورود به مارکت رو ندارم اونقدری. و همین دیگه مراقب خودتون باشید واقعا و مراقب سرمایه هاتون. اگر که تتر دارید، چه میدونم رمز ارز دارید، هر چیزی که دارید توی یه کیف پولی بذارید. نباید فیزیکال هم باشه، فرقی نداره. حالا فیزیکال هم بهتره ولی خب توی کیف پولی بذارید که مثلا تازه ساخته باشه. بذارید اونجا، بذارید توی یه گوشه دیگه، اصلا باش کارم نداشته باشه. صرافی باشه خوب نیست. هر چیز مثلا تو بایننس هم خوب نیست. میگه not your key not your coins. شبتون بخیر.